سلام، مهدی هستم از اپلای نوتس. بر اساس سوالایی که داشتیم که کدوم دانشگاه رشته من رو داره توی ایتالیا، من چه رشته‌ای باید برم. امروز میخوام بهتون نشون میده که چجوری خودتون برین رشته و دانشگاهتون رو پیدا کنید و نیاز به هیچ مشاوری هم نیست. مرجع تمام رشته ها و دانشگاه های ایتالیا سایت یونیورسیتالی است. یعنی در کل شما باید فقط با سایت یونیورسیتالی کار کنید که آدرس نشانیش هم به همون universitaly.it هست و اینو مد نظر داشته باشین. اگر رشته و دانشگاهی توی سایت یونیورسیتالی نیست، پس شما نباید برای اون اپلای کنید. چرا؟ چون که بعدن که شما ادمیشن میگیرید به عنوان یک دانشجویی که خارج از اتحادیه اروپا هستید، ازتون میخوان که برید توی سایت یونیورسیتالی ثبت نام کنید، رشته و دانشگاهتون رو انتخاب کنید و سایت یونیورسیتالی هست یک پل ارتباطی بین شما و سفارت و دانشگاه و این بعداً به مشکل میخورید اگر که نتونید رشته‌تون رو توی سایت یونیورسیتالی پیدا کنید. خب برای مثال من رشته مهندسی مکانیک رو سرچ میکنم. خیلی راحت تا همون صفحه اول یک نوار جستجو هست، فایند رو میزنم و مهندسی مکانیک و یه سری لغات مرتبط رو هم شاید بیاره که شما بخواید رشته‌های مرتبط رو هم ببینید. خب اینجا برای من تقریبا 68 دانشگاه رو آورده، اما با فیلترهایی که اعمال نشده. خب ما یکی بعضی از فیلترها رو با توجه به شرایط خودمون میایم و فعال میکنیم. مثلا دانشجوهای ماستری یا ارشد یا مستر میشن 2 ساله، دانشجوهای لیسانس میشن دانشجوهای 3 ساله. کورس به چه زبانی هست، ایتالیایی یا انگلیسی، این رو انتخاب میکنید. کورس کلا اوپن هست، باز هست، هیچ محدودیتی بر ثبت نام نداره یا امتحان ورودی داره یا یک سری چیزها شبیه این. چون بعضی از دانشگاه بعضی از رشته ها معمولا امتحان ورودی هم میگن به دلیل درخواست زیاد. و اینکه آیا تمام این رشته تماما حضوری هست، نیمه حضوری هست یا تماما آنلاین. خب وقتی فیلترها رو اعمال کنید یک سری رشته و دانشگاه رو براتون میاره که شما میتونید توی اونها انتخاب کنید یا اینکه یادداشت کنید، یک به یک برید سایتاشون رو بررسی کنید. روی هر کدومش که کلیک کنید میره به سایت همون کورس، ممکنه حالا کمتر یا بیشتر. خب بعضیا میگن که خب بعضی رشته ها رو اینجا نشون نمیده آیا کلا دیگه، ولی دانشگاه معتبری است. خب دقت کنید عزیزان، شما نباید روی تمام فیلترها رو اعمال کنید. بعضی وقتها باید فیلترها رو حتی عوض کنید. گاهی اوقات شما فیلتر رو عوض میکنید امکان داره رشته ها و دانشگاه مختلف رو بیاره. برای همین همیشه حواستون به فیلترهایی که اعمال میکنید توی جستجو باشه که ببینید دقیقاً چه چیزی رو آورده چه چیزی رو نیاورده. مثلا من میدونم که رشته مهندسی مکانیک برای مهندسی مکانیک پایداری توی دانشگاه فلورانس هم هست، ولی من اینجا نمیبینم. خب چی شده؟ من میام یک تغییراتی رو روی فیلتر اعمال میکنم توی نحوه آموزش. یعنی مثلا تماما حضوری بوده رو من میذارم میکس یا چند تا تیک دیگه هم فعال میکنم. به حواستون خیلی به این فیلترها باشه، به این تیکایی که فعال میکنین اینا خیلی حواستون باشه، چون تماما اینا تغییراتی رو ایجاد میکنن توی سرچاتون و امکان داره شما دانشگاهی رو نبینید در حالی که اون دانشگاه خیلی معتبر، رشته خیلی خوبی داشته و رشته‌ای بوده که شما خیلی دوست داشتین بخونید توی ایتالیا و توی شهری بوده که خیلی مناسب بوده و با شرط شما واقعا عالی بوده. خب من دوباره اومدم چند تا تغییر دیگه ایجاد کردم و حالا میبینید که دانشگاه فلورانس رو داره برای من نشون میده. برای اینکه بفهمید هر رشته‌ای دقیقاً چه کار میکنم و چه درس هایی دارم، بعد وارد اون سایت بشین، وارد سایت رشته میشین و بررسی میکنید. یک به یک تمام رشته ها رو بررسی کنید لطفاً و ببینید که دقیقاً میخواین چیکار کنید، دقیقاً با هدف شما با برنامه شما آیا میخونه یا نه. خیلی ها هستن که اصلا نمیدونن دقیقاً در مورد چی میخونن، ولی شما اینجوری نباشید، چون بعداً توی سفارت هم ازتون میپرسن که شما چیکار کردید. یک به یک سایت ها رو بررسی کنید و
حتما به جوابتون میرسید که کدوم رشته برای شما بهتره، کدوم دانشگاه رو شما میخواین. این هم جواب همین سوال که کدوم رشته کدوم دانشگاه ایتالیا مناسب من هست یا کدوم دانشگاه ایتالیا رشته من رو داره. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین. چنل یوتیوب رو لایک و سابسکرایب کنید و اگر این مطلب مفید هست برای دوستاتون حتما بفرستین که اونها هم انشالله سال دیگه ایتالیا باشن و بتونن تحصیلشون رو ادامه بدن. روز خوش.